السلام علیکم دوستان عزیز، پادپیشگان گرامی قدر، خوش آمدید به کانال ما. در کانال پادپیسات کنید، لایک و کامنت رو فراموش نسازید. ما امروز برای شما یعنی گوشتین ملی را پیشکش می‌نماییم که در ناحیه تیمور ملک دهه چلیچه برگزار نمود. در این رقابت ها تمام ورزشکاران جمهوری اشتراک نمودند، از آن جمله قهرمان دختری که در سرتاسر جمهوری شهرت پیدا نموده است، این شاهیده قلنده رو می باشد که زاده ناحیه واسه می باشد و حریف وی رستم پیسر رستم پهلوان می باشد که در بین این دو پهلوان یخدان از طرف کمیته تدارکات یعنی بین این دو پهلوان مکافات بانده شده است و این دو پهلوان حاضر به میدان برآمده بین همدیگر یعنی قوازمایی می نمایند. ما نگفتن نبونه دوستان عزیز که شاهیده را گفتیم زاده ناحیه وسطی می باشد. این شاهیده دختری است که پی در پی یعنی غلبه های خود را جشن گرفته است و در جمهوری در تمام تاجیکستان شهرت پیدا نموده است که نام وی شهرت و به اندازه دارد. شاهیده قهرمان دختر است. از گریوان رستم گرفته وی را یعنی با پرتاب دادن باشد چی نمیدانم. دوستان عزیز، به خاطر شاهیده لایک را فراموش نسازید و پادپیسات را فراموش نسازید. و دوستان عزیز نگفتن نمونه که ما در پایان سیلکه را میبینیم. سیلکه برای دستگیریت بدورین از نام کانال ما در سیلکه سلام برسانه. انا دوستان عزیز گفتم این مسابقه در ناحیه تیمور ملک برگزار گردیده ایستاده است. تمام ورزشکاران در اینجا اشتراک دارند و ما در نوار نوبتی یعنی شاه جایزه به خاطر صاحب شدن شاه جایزه رو ویدیو رو برای شما پیشکش می نماییم. دوستان عزیز، در اینجا بین شاهیده و رستم پهلوان رستم کوشش می نماید، افسوس نمی شود. رستم از گریوان شاهیده گرفته است. رستمی که می خواهد صاحب همون پریز شود و شاهیده رو یعنی به حلال پرتای اما نمیشه. شاهیده بسیار دختری چست و چالاک است. شاهیده دختری که شاهیده حلال بود. شاهیده به تو احسن دختر. شاهیده قلنده رو زاده ناحیه واسه گفتیم که دختر قهرمان. احسن برای تو شاهیده که تو با پسران برآمده. این خیل احسن شاهیده، احسن میگویم، احسن شاهیده بانو.